Физкульт, привет, начальник. Салам алейкум. Собственным портретом любуешься, да? А если я против буду голосовать, а? Что будет тогда? А если я сообщу, куда следует, что у тебя есть самогонный аппарат, что тогда? Ты что, депутат? Пошутить нельзя, что ли? Давай эспандер назад. Можно, но только не со мной. На. Сосед, сосед. Шутка. Не понимает. ما را با موچین بردن میرسانید رفیق رحمت است. کجا برم؟ بکو؟ دردی سر شد همین ماشین سواری است. تا لباسات میپوشه که پیشین میشود. تو شما ناشتا کردن تا من نفس میشوم خاطر. حاضر شفیارم میآید. من وقت ندارم. خودت لکه میزنید. هر روز همین تخون بریان. دیگر هیچ چیز نمیبیاری. حسابی تو فقط همین. ها دست من همین. رستم جان. دیگه من نمیفهمم که این چه کار بوده است. نه یک دم گیری، نه یک روز استراحت. شدتناکی. سواد. بازسازی. چه فهم. Мам, пойдем на Нараяму, ты же обещала. Серьезно, нет. In кадом гурухи рок-буд бачи? Да 100 раз говорил, это не рок-группа, а кинофильм. Армани. Не, хиндуги-будаги. Японский, в Джами идет. Рафик Рахматов, бацунат як занганет, бабача кино нишмон. درست تیار کردی؟ اوکی. جای شدکه کجا؟ در کوچه بسیار نگرد. سکلتو نشو. اوکی؟ درست تیار کن. پروگرام سمیرنا. گزیت خان. تو میدانی کی؟ تو میدانی کی داده ای تو کی؟ او داده ای تو؟ آدمی معتبری شهر نه یگان چایخانگی نافتک. تو کلت را کار فرما. من تو رو به مکتبی عالی پرکوی میفرستم. اوکی؟ تاجیکی را یاد گیر. زبانی مادری را نمیدانی. شرمنده. رفت سر لباس دپوش. بیچاره بچه یتیم بر این کلان شده ایستاده. نمیدانم از وی چه خیلی آدم میبراید. من هنوز نمردم. دفعه بینیده یتیم بر این بوده. شم نفس. به شما زنگ زنن چی گویم؟ گوی که به سیمپوزیومی آید به اکلا گرفتن. از آنجا به واخوری با انتخاب کنندگان خلاص من دیر میایم. معروضه ترجمه شد؟ ها، با زبانهای فرانسوی، ژاپنی، شتایی،
هندی ترجمه کردیم. Папа, ты столько языков знаешь? نه این برای ترجمه خانم ها. نسخگی؟ من گفته بودم که یک نسخگی کفایه. دوران علی بطرچ گفتم که حتما 2 نسخگی شود. سلیم جان نگاه داره. احمد رحمتویچ، من شما در پروگرامتون ابراز داشتید که طرفداری 2 زبانی هستید. همین نکته را چخیل فهمیم؟ اینقدر معلوم رفیقان وقتی که من پروگرام را ترتیب میدادم راستی گپ درباره 2 زبانی یگان خیلی مسئله نبرآمده بود. خیر مادام که شما چون این سوال دادید فکر شخصی هم را راست میگویم. من طرفدار 1 زبانی مثل شما. اگر دپوتات نشود چی؟ اگر نشوم 2 زبان، اگر شوم 1 زبان. نه همین. رفیق رحمتوف، یک سوال دیگر از باعث مدنیت شهر، این چنین مدنیت نوکی جوانان. خودتان شاهد حال هستید که جوانان امروزه نه یگان جای دارند که گویم میدونید جوانی ایام نفس. من یک وقت خود جوان بودم، حالا هم جوانم، من به این شوخی ندارم. مقصد من چی رفیق؟ مقصد همین که نصیب باشد در همین رایان خودمون من کوشش میکنم که یک قصر عالی جناب برای جوانان سازم. من کارمندی من گازپلانی ریسپوبلیکا رفیق حاضرات اشتراک دارم. آن کس شخصی با اعتمادی من باوری دارم که آن کس یاردم میکنن قصر نفت میسازیم برای جوانان. من میبینم دخترهای شروع میبینم همه از جا رقص میکنیم و سرود میخوریم و قاطی میکنیم شوخی وقت رو نفت میکنم. چکار میکنم دیگه؟ تشکر. رفیقان پروگرام من و انتخاب کنندگان خوش افتاد. اگر من دپوتات شوم پروگرام خود را با سفارش های انتخاب کنندگان پره کرده کوشش می نمایم که این سفارش ها اجرا شود. در ارگان های عالی حاکمیت منشیت انتخاب کنندگان این منشیت ریسپوبلیکا منشیت دولت را باید ایفاده کند. رفیقان А сейчас, дорогие избиратели, для вас маленький концерт.
اینجا در همین جا. سلیم جان واخوریمون ناز گذاشتن؟ عالی جناب. سلام علیکم. السلام علیکم. شما خوب هستید؟ هدیه مرا گرفتید؟ تشکر. من قرضدار. السلام علیکم. السلام علیکم. اوه السلام علیکم. السلام علیکم. راستی در اینجا دیدنی کاتب را انتظار نبوده. سلامت باشید. مسئله حل. تشکر. مبارک شود. سلامت باشید. تشکر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تشکر. تشکر. السلام علیکم. سلام علیکم. خب مرحمت. شنید؟ رفیقان من از همه‌تان منت دارم. تشکر. از همین روز اعتباراً کارمان اوج میگیرد. من باز با بعضی شما علاهیده صحبت میکنم. بله بله مرحمت گیرید. در هیئت محاسبه شما مشکلات پیدا نشده است خانم؟ نه. و فکرم شما حقتان را با پررگی گرفتید. بله. متشکرم. خانمچه های ما همه به خدمت تیار؟ یعنی به حساب کردن آواز؟ شما خانم مرا خیلی شاد کردید. Ну какое имеет отношение экология к нашим аккумуляторным цехам? Озоновая дыра — это очень опасно. Ученые нас могут за это... Но дыра над Антарктидой. Над нами пока нет. Если мы не будем выпускать аккумуляторы, народ пешком будет ходить на работу. Вот где будет дыра. Причем здесь цеха? Не надо их закрывать. Да нет, давайте закроем официально аккумуляторные цеха и тут же откроем озоновые. Идея. А за идею всегда платить надо. Ну что ж, за идею. За идею. اکا در محله ما تشویقات مردم کاری خیلی مشکل است. چه مشکلی دارد دادر؟ آخر در مغازین های رایون ما نیم سال باز نه گوشت است نه روغن، حتی موش ها گریخته رفتند. حاضر به بازار روون 6 گوساله خریده بیار. کشته یک روز پیش از انتخابات به فروش برار. با نرخ دولتی اکا؟ به نرخ دولتی. تشویقات از این زور نمی شود. اکا این از حساب کی؟ تو کم دوزیدی مدنین؟ یا جای روغنیت و دلت زد یا یگان آدم دیگر رو به جایت مانم؟ Товарищи, по-моему, настало время и нам проголосовать за нашего депутата.
جانک شیرینم بلبلکم عذاب ندی آخر انتخاب کنندگان نمیمانند آخر خودت نمیبینی چی رسوایی شده ایستاده است عقلت را بکار انداز این چی مسخره بازی وای چهل دیپوتات آخر سزای وای به زندان پرتفتن است وای در چشم تو این خیل مخلوق آخر رو از بالا پیشبری کردن لیکن از آن تو را خلق خیر هر مو خراج دادم بدیلت نزده چه فرق دارد به کی خراج میدهم گوش کن تو نغمه های بسیار داری آنها رو بکار انداز وای بر حال تو نمیتواند خصوصا زمستان عذاب ما زیاد می شود کودکان بیچاره دست و پایشان را می شکنند چی می شد اگر سرویس قشلاق این کار را به عهده می گرفت و یک 10 ماشین یا اقلا 5 ماشین اسفالت می ریخت راه را هموار می کرد و مردم به حضور راه می گشت و تا کی این خیل مردم عذاب و عقوبت می کشد همه وعده می دهد و هیچ نه که راه راست شود دیهه ما هم شده 18 کیلومتر از دوشنبه دور است لیکن تلفن نیست یگان کس بیمار شود در زنی حامله گیرد مجبور میشویم که او را یا با پوست برداشته یا خرکی بریم خواهش میکردیم که شما به حکومت ریسپوبلیکا به دیپوتات های خلقی همین عرض ما را رسانید پیش از من هم دیپوتات انتخاب کرده بوده پیش از شما هم انتخاب کرده بودیم چند تا شد چند دین ها